عرض سلام دارم خدمت شما دوستان عزیز. بنیامین صادقی هستم، ادمین وبسایت pentools.ir و در خدمتتون هستم با آموزش طراحی لوگوی شبکه یک سیما. اگه دقت کنید به این لوگوی شبکه یک، این یک مربع هست که حدوداً 45 درجه چرخیده. اگه بخوایم ما این کار رو انجام بدیم با استفاده از کلید ام کیبورد یا از اینجا رکتنگل تول رو انتخاب میکنیم و با نگه داشتن آلت و شیفت یک مربع روی سندمون ایجاد میکنیم. همونجوری که گفتم این 45 درجه چرخیده و نکته بعدی که وجود داره، اگر انتهای سمت راست این لوگو رو مشاهده کنید، یک مربع از اینجا کسر شده. اگه بخوام این کار رو انجام بدم نیاز دارم که قبل از اینکه اینو 45 درجه بچرخونمش ازش یک کپی بگیرم که بعد با استفاده از همین ابعاد ازش کسر کنم. خب من این رو انتخاب میکنم و 45 درجه میچرخونمش. اینم رو هم که کپی گرفتیم، میارمش اینجا تا گوشه کار من با وسط لوگوی خودم تطابق پیدا کنه و از ابزار پسفایندر میتونم این رو کسر کنم به این شکل. خدمتتون بگم که اگر میخواید پسفایندر رو کاملا یاد بگیرید، من تو ویدیو بعدی حتما این رو بهتون آموزش میدم. در این مرحله من نیاز دارم که این فضا رو که به فکر میکنم شکل یک چشم باشه باید ایجاد کنیم که بتونیم از دل این درش بیاریم. نیاز به یک دایره دارم. ابعاد دایرم حتما باید به اندازه خود این مربع باشه تا دقیقا همین ابعاد رو به من بده. این دایره رو میارمش اینجا و ازش کپی میگیرم، آلت رو نگه میدارم. بالای این دایره با وسط این دایره حتما باید با هم دیگه انطباق داشته باشن و این دوتا رو انتخاب میکنم و اگر بخوام وسط این رو داشته باشم باید از کراپ استفاده کنم. همونجور که میبینید الان اون طرح چشم دلخواه من ایجاد شد. این رو در واقع میذارم وسط آبجکت قبلی خودم و اینجوری از مایونز فرانت کسرش میکنم. ما الان اینجا رو داریم. خب چیزی که میمونه دایره ساده است که اون رو هم از اینجا میتونیم با نگه داشتن آلت و شیفت فکر میکنم همین اندازه واسهش کافی باشه. ما لوگوی شبکه یک رو ترسیم کردیم. امیدوارم از این آموزش خوشتون اومده باشه. حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید تا به رشد کانالمون کمک کرده باشید و از همون مهمتر جدیدترین آموزش های طراحی لوگو رو بتونید از کانالمون مشاهده کنید.